زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد با نگارش نامه‌ای روز 8 مارس روز جهانی زنان را به همه زنان تبریک گفته و از شکنجه‌هایش که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه کرمانشاه با آن روبرو شده است پرده برداشته است. متن نامه: با همه احساس قلبیم 8 مارس را به مادر صبورم، زنانی که چشم به راه عزیزانشان هستند و همه زنان جهان تبریک عرض می کنم. وقتی نگاهی به تاریخ می اندازیم می بینیم در طول تاریخ همیشه زنان آزادیخواه بر علیه رژیم‌های دیکتاتور مبارزه کرده اند و این زنان شجاع 8 مارس را هم با خون خودشان در تاریخ به ثبت رسانده اند. ای ستمگران، نظاره‌گر بودید و هستید، دیدید نمی شود با قتل عام، شکنجه و زندانی کردن ما زنان جلوی حق خواهی ما را بگیرید. وقتی یک زن جوهرش با آزادی سرشته شده باشد، هیچ ظلم و زوری نمی تواند او را به زانو در بیاورد. من زمانی به این حقیقت پی بردم که در چنگال ستمگران جمهوری اسلامی بودم. لباسهای مرا بر روی تنم پاره کردند، چشمهایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کابل به زیر پاهایم شلاق زدند. پاهایم خیلی وحشتناک ورم کرده و کبود شده بودند. اینقدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچ چیز را احساس نمی کردم. تمام تنم بی‌حس شده بود. دیگر اختیار جسمم را نداشتم. شلوارم را خیس کرده بودم. آری، شرم‌آور است، اما نمی‌دانم برای من یا برای آنان که این بلاها را به سر من آورده بودند. ای وجدان‌های بیدار، حق قضاوت با شما هست. آیا من که آرزویی بجز آزادی و برابری بشر ندارم و آنهایی که به خاطر منافع خود این همه شکنجه را بر من اعمال کردند گناهکارند یا من؟ من مثل 10 سال پیش تن سالمی ندارم و کلیدهای زندان مرا صیقل داده اند. وقتی شکنجهگران مرا شکنجه می کردند، تنها چیزی که برایم مانده بود فکر و اعتقادم بود و امیدی که به زنان مبارز و آینده داشتم. اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکرده‌ام، چون من فقط یک قسمت کمی از شکنجه هایم را برای شما بازگو کردم. امیدوارم در این روز عزیز خاطر شما را مکدر نکرده باشم. گاهی وقتها به این فکر می کنم کجای دنیا هستم یا اصلا کجای زمان گیر کرده ام که هر چقدر تلاش می کنم راه گریزی پیدا نمی کنم. آیا حق من این است که شاهد به دار کشیدن هم نوعان و نزدیکانم باشم و دم نزنم؟ عجیب روزگاری است. اگر باد تندی می‌وزید، قلبم از تندی باد می‌لرزید. اما امروز این همه بادهای سیاه و ناسوز را چه کنم؟ جنگ، کینه، ریا، قتل، کشتار و شکنجه و این کارها همگی در عادی ترین زمان انجام می‌گیرد و ستمگران برای هر کدام از جنایت‌های خود دلیل یا توجیهی دارند و این برای من از همه دردناکتر است. پس ای زنان جسور و فداکار، بگویید سخنی را که آتش در گفتنش دودل است. من آرزوی مرگ برای هیچ کسی، حتی ستمگران را ندارم. بیایید با هم بر علیه ستمگران مبارزه کنیم تا با تلاش‌هایمان ستمگران را از سرزمین مادریمان بیرون کنیم، تا فردا شرمنده آن زنانی که به خاطر آزادی و برابری جان عزیزانشان را از دست دادند نباشیم. من زینب هستم، زینب جلالیان، زن کردی که شاهد صدها جنایت جمهوری اسلامی در زندان و شاهد تهمت، اهانت، شکنجه و از همه بدتر شاهد اعدام 10 تا از همبندی هایم بودم. آیا دردی بزرگتر از این هست؟ تازه این ظالمان از من میخواهند ابراز پشیمانی بکنم. مگر ممکن است منی که این همه ظلم و زور را با چشمانم دیدم اظهار پشیمانی کنم؟ باور کنید هر قدر ستمگران
ظلم و شکنجه را بر من بیشتر می کنند، من جسورتر و مقاومتر می شوم. زنده باد انقلاب. زینب جلالی.